بمرحمت عظیموف مادر یگانه وکیل توجیک دومای دولتی روسیه رحیم عظیموف شام 8 سپتامبر سال 2022 در سن 93 از عالم چشم پوشید. به گفته نزدیکانش بیرمرحمت عظیموف به علت پیری چند وقت باز بستری بود. مراسم نماز جنازه مرحوم روز 9 سپتامبر پیش از نماز جمعه در مسجد جامع دیهه سرخ در کنار شهر اسفرت دایر می شود و سپس بیمرحمت عظیموف را در آرامگاه زادگاهش دیهه نیمن به خاک می سپارند. به گفته نزدیکانش همه منتظر از مسکو آمدن رحیم عظیموف می باشند. پسر دیگر مرحومه عظیم عظیموف یک مدت رئیس نویه 8 ولایت سغد بود، ولی فرزند از همه مشهورش البته رحیم عظیموف یگانه تاجیک است که مقام وکیل دومای دولتی مجلس پایانی پارلمان روسیه را به دست آورده است. رحیم عزیزبویویچ عظیموف بار اول سال 2016 از حوزه یک منداته کیروف از نام حزب حاکم ادین روسیه وکیل دومای دولتی دعوت هفتم انتخاب شده عضو کمیته امنیت و مبارزه با کروپسیا می باشد. عظیموف دکتر علم‌های تکنیکی و یگانه زاده تاجیکستان است که وکیل مجلس پایانی پارلمان روسیه انتخاب شده است. رحیم عزیزوف 16 آگوست سال 1964 در شهرک شوراب نویه اسفره ولایت لنین‌آباد اولو سغد در شمال تاجیکستان به دنیا آمده است. اما زادگان دیهه نیمن میگویند اصل رحیم عظیموف از نیمن است و حتی مکتب نیمن را به نام پدر او عزیزبای عظیموف نامگذاری کردند. آنها میگویند رحیم عزیزوف در نیمن بنیاد چندین انشاءات از جمله تالار ورزشی و ورزشگاه را به دوش گرفته است. او سال 1986 دانشکده معدن شهر لنینگراد را ختم کرده تا سال 1991 در کان انگشت ورکوتینسک کار کرده است. او سپس در باشگاه ورزشی استرایتل، نماینده جمهوری قومی در مسکو، روسکنترول، روستکنولوژی و شرکت اورالخیم کار کرده. سال 2002 اکادمی دیپلماتی روسیه را نصف ختم کرده. سال 2004 در دانشکده معدن سنت پترزبورگ رساله دکتریش را حمایت کرد. رحیم عظیموف چند سال در دانشکده درس هم میداد. بر اساس ترجمه حال رسمیش رحیم عظیموف از لحاظ عقیده مذهبی مسلمان سنی می باشد. عظیموف در اول سالهای 90 در روسیه ازدواج کرده است. او و همسر روسش النا عظیمووا 3 فرزند، 1 دختر و 2 پسر دارند.